که خاموش ماند نجات می‌یابد. این را نگه بدار. سخنی نیکو بگو یا خاموش باش. این از ارشادات پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره نگاه داشتن زبان و حفظ آن از بدگویی و آزار. مسلمان حقیقی کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان میمانند. هر کی را عقلش کامل شد زبانش را نگه می‌دارد، بجز در گفتن سخنی نیک. زبان مثل نفس است، اگر آن را به گفتن حق مشغول نسازی تو را به گفتن باطل مشغول می‌سازد. مشغول ساختن زبان آن است که دائم با ذکر و دعا، تلاوت قرآن، امر معروف و نهی از منکر، آموختن علم و دعوت به سوی خدا باشد، وگرنه تو را به سخنچینی و غیبت و دروغگویی، به سخن بیهوده و باطل مشغول می‌سازد که برای این هر دو صورت پاداشی است. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید بنده هرگاه سخنی میگوید که در آن رضاگی خداوند است و به آن اهمیت نمیدهد، خداوند به سبب آن درجه اش را بالا میبرد، و بنده سخنی میگوید که در آن غضب خداوند است و به آن اهمیتی نمیدهد، به سبب آن به جهنم برده می شود. هر سخنی که از زبان می براید نوشته می شود، جمع کرده می شود تا روز قیامت آشکار کرده شود. اگر آن سخن خیری باشد پاداش و اجر را صاحب می شود و اگر آن سخن شر باشد به عذاب و عقاب گرفتار می شود. خداوند می گوید مسلمان عاقل کسی است که زبانش را دائم مراقب است، زیرا آن یگانه چیزی است که روز قیامت پشیمانی می آورد و بزرگترین حسرت آن است که وقتا انسان می بیند که حسناتش به ترازوی دیگر کس می رود. پیامبر صلی الله علیه وسلم می گوید آیا می دانید که مفلیس کیست؟ اصحاب گفتند مفلیس کسی است که درهم و متاعی ندارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت مفلیس امت من کسی است که روز قیامت با نماز و روزه و زکات می آید، لیکن او یکی را دشنام داده است، دیگری را ترسانیده است، مال یکی را خورده است، خون یکی را ریخته است، یکی را زده است. پس از حسناتش به آنها داده می شود و اگر حسناتش تمام شود پیش از این که قرضش ادا شود از خطاهای آنها گرفته می شود و بر گناه این ذم می گردد، سپس در آتش پرتافته می شود.